از این بعد نام دانشگاه شما رو دانشگاه قرغانتپه نه و دانشگاه بختر میگن شما. علاقه قرغانتپه جو بختر شدگان. بله. نامش. بله. رسما. رسما. شما نظرتون چیست درباره عوض کردن نام قرغانتپه؟ ما یگم چی گفتن نمیتونم. خبر ندارم. یگم خبر هم ندارم یگم معلومات هم ندارم درباره عوض یعنی نام قرغانتپه. اگر از روی اصطلاح زبان گویم اگر معناش هم مثال از کلمه ناب تاجیکی گرفته نشده است آمیخته است با زبان ترکی برای که ما تاجیک هستیم من گمان میکنم که بختر باید که بختر باشد با فکر من نام باشه علیش نشه بهتره برای که قرغانتپه نامی بهتره دیگه اینجا دیگه باید باشه. شهر دیگه رایون دیگه اخی. نه اگر شهری بختر نام کنن روزید؟ نه اخی. یعنی شما نمیدونید که علیش میشود نام قرغانتپه؟ اگر ناموی شهر علیش کنن از ساکنان شهر پرسیدن شرط است؟ من شرطش به. خیلی سکید راهبرو بگم ما راضیم در کار راهبرو. شما درباره عوض شدن نام شهر قرغانتپه بختر و سربند چی میدونید؟ نمیدونم. هیچی نمیدونید؟ میدونید که قرغانتپه از این بعد بختر میگن؟ خیلی معقول تو میشه اگر بختر شهر بختر گیان؟ فکر کردم. از نقطه نظر حضرت طلبات زمانه بگیری و از همین رویه زندگی و دولتداری دیگر کردن در چون که نام قرغانتپه علاقه چندین سالها ماهیتش گم شده همین خیلی که گفته سال و نزدیکتر این نقطه نظر تاریخ راست دیگه همین شهر قرغانتپه گفتم اینا بسیارتر میشناسن گفتاریان گفتنی یک ناحیه هست من هم میخواستم که به نام ناحیه تبدیل کنم من خواستم شهر قرغانتپه خودش بست راهبر دولت میشه چی میشه؟ سه بگن همون ما یک کارگر دولت. همه